امروز اومدیم یه سر بزنیم به توییتر فارسی. بریم. خب بریم توییت اول. این آقا نوشته دیگه حتی توانایی تحصیل در مقطع مهد کودک هم ندارم، چه برسه ارشد و غیره. بنده خدا فشار زندگی زیاد بهش اومده. آقا رضا متاسفیم. آقا رضا خوابه. اکس هوا از به طرف وقتی کارگاه کارخونه روسازی از دستمزدش ناراضیه. بیارش عکسو ببینی. من ندیدم. من باید ببینم نخریم اینجا آدرسشو نزده. نگفت که روبه چیه، فقط روبه این دوروبر کاشی چیه روی کابینت دواله چیه. توییت بعدی آقای به نام امیرحسین بدریان نوشته 2 هفته دارم با این میم رضا پیچ رو امتحان میدم و هنوز فکر میکنن عکس زمان سربازی نه. ناموسن فکر نمی‌کردم در این حد بزرگسالان اهمیت ندن. عکس طرفو میذاره اصلا مهم نی براشون. یعنی تو اهمیت نمیدن یا نمیشناسنش اینو. نمیدونم عجیبه. شماره پیش رو نشناسی همه میشناسن. نمرهشو نذاشت. امضای مراقب مثلا عکسشو فقط گذاشته. عکسشو فکر کردم مال دوران سربازیش بچه‌شه. عجیبه. خب بریم توییت بعدی. آقای حسین تو کرونا که امتحان‌ها آنلاین بود یکی از سوالای الگوریتم و دقیقاً از جزوه درس نوشتم، استاد اینو واسم فرستاد. مرسی که فایل خودم رو عیناً برام فرستادی. گمش کرده بودم. من یه چیزی دیدم دوره‌ای که کلاس آنلاین بود. خب یه آقا معلمی داشت چیز می‌کرد، برگه‌ها رو سعی می‌کرد. خب بعد این مثل این که یه نفر برگه رو نوشته بود درست. خب بعد این فوروارد کرده بود مثلا واسه یه مهدی نامی مثلا. بعد اون مهدی نام نیومده بود حتی بنویسه داخل برگه اون چیزا رو. اونم فوروارد کرده بود واسه مثلا سهراب نامی. بعد اون سهراب باز نمینوشت، فوروارد کردیم واسه استاد. بعد استاد دید همه هم فوروارد کردن، ویدیو گرفته بود. میگه چرا همه هم فوروارد کردید مرد حسابی. خلاقیت هم نداشتن. اصلا به هیچ جاشون بوده. یعنی اصلا ما آقا قدیمی دوست عزیزم روانشناس روانی مشکلاتی که با دعوا و فحش دادن حل میشه رو بی خودی با صحبت کردن کش ندید. این گوش ندید. مشخص روانشناسش روانی. آره اصلا داخل توییت سمتش نرید بچه، اصلا اسمشو سرچ اصلا سرچش هم نکنید. یعنی چی دوست عزیز؟ بریم توییت بعدی. پارسا اسم طرف. عقیل در یه لحظه منهدم شد. آقای عقیل بهش پیام داده مریم عشقم آیفون 14 فرستادم با پیک رسیده دستت یا نه؟ 14 مگه داریم؟ آیفون 15 هم اومده؟ کی اومد؟ نه خبرم. بعد نوشته آره رسید دستم ولی خیلی گرونه، کاش خودتو به زحمت نمینداختی چون روز جمعه عروسیمه. داده میرسه. تو بهترین برادری که باهاش آشنا شدم، خیلی در حقم برادری کردی داداش. اون آقای آخرش. توییت بعدی بابای رفیقم رو بعد مدت‌ها دیدم از ترس روبوسی و بوی سیگار هم شدم دستشو بوس کردم. بعد همون رفیقش که پسرشه جواب داده که پسر بود پدره. میگه فلانی ببینمت آره فلانت میکنم. دیروز تو خونه دارم تو رو میزنه تو سرم. آیکیون واقعا کم شده. سرباز پادشاه آراگورن. ماله چیز آراگورن ارباب بلگا میشه کجایی خانه قرآن. امتحانو میگم صفحه 7 PDF سینا. وای علی شماره صندلی بیزار. اهمیت دارم میشه ریدم. اهمیت امتحانات همه به عقل خودش اصلا نفهمید چی داره میگه. بریم توییت بعدی. اگه این ولنتاین کادو نگیرم میرم بازیچه زنان پیرم از باز میشه. آرتا جان مثلا حالا چرا باید حتما کادو نگیری که این کارو کنه؟ از همین الان بره. بعد اب داره از همین الان بره. 131 هم داره. بریم کامنت بعدی. اکس هوا تنها کسی که از دیدن خوشحال میشه راننده تاکسیه که 3 نفر سوار کرده و منتظر نفر آخره. ای بابا پایین
تو هم اینجوری که وقتی تاکسی 2 نفر داره نمیخواید نفر سوم باشی چون جا تنگه. بله من همیشه میرم سراغ این تاکسی دیگه. من تا حالا بهش فکر نکرده بودم. من سوار میشم میرم. میری واسه خودت فقط جای راننده سوار میشه. جای راننده سوار میشم بیا بیرون احمد. یا بیرون آشغال بازی. خب این توییت بعدیه. یا اول اینو دیدم من. میگه که یه دختر خانم نابغه جدیدن به همکارامون اضافه شده. اومدم دیدم مغازه رو قفل کرده که بره نهار بخوره. مغازه رو قفل زده بالا. پس باید چجوری قفل میکرد؟ دختره نوشته پس چجوری باید قفل میکرد؟ داداش بیا پیداش کردم نهار کرد. این عجیبه واقعا دخترها کار عجیبی میکنن. شاید به خاطر کمبود تجربه است داداش. کمبود عقل نیست. نمیدونم. یا رژیم غذایی آنلاین گرفتم. امروز روز اولش بود. نهار 1 عدد سیب زمینی کوچک به اضافه 120 گرم فیله مرغ به اضافه سبزیجات دلخواه مثل فلفل دلمه، کلم، بروکلی، کاهو و پیاز. نگفته بود چه جوری بخورم که منم سیب زمینی رو سرخ کردم، مرغ رو سوخانی کردم، پیاز سوخاری هم درست کردم. مربی دوام کرد بلاکم کرد. حالا خب مربی کار دیگه‌اش نکرده. آدرس خونه‌شون رو بعد پیدا می‌کرده واسه این کاراش. محبوب من لازم اون بخش مهشو جدا محبوب در نظر گرفتم. عجیب. خب خانم محبوب اینجا اگر ویدیوی ما رو می‌بینید لطفاً دیگه ادامه ندید رژیم غذایی رو. همه زیر خاکن. ما خانم محبوب همه زیر خاکن. که رژیم گرفته اون که نگرفته. آره اذیت نکن خودتو. سلام مهسا خانم، سالن زیبایی مهسا درسته؟ سلام شما. من پسر طبقه بالای سالنتون هستم. مطمئن نشید من رد دارم. نقصم این نیست. فقط میگم دیشب داشتی در سالن رو میبستی. چپ و راستتون نگاه کرد ببینم کسی شنید یا نه. باید بالا رو هم نگاه می‌کرد. من بالا سرت بودم. سر از پنجره در آوردم هوا بخورم. خواستم بگم من شنیدم دیگه. دست شما در نکنه. اسمشو نمیدونم ولی کار درسته داداش. هر کی که هستی کار درسته به نظر من. اطلاع نمیداد بهتر بود فکر کنم. توییت بعدی آقایت با این صورت به شدت زیبا نوشته برق نخوندم ولی میدونم جریان چیه. صبر کنید. امیده. امید؟ نه. این خواننده امیده. من آهنگ ازش یادم نمیاد اگرم گوش داده باشم. یه آهنگم بعداً ببینیم ازش. گوش میدیم. حواسم هست 2 روز بهم پیام ندادی یا تو خودت چرا پیام ندادی؟ چون من دخترم. اینجا دلیلی آخه. گوشی بدون چیز آنتن نمیده. حرف درستی زده. خیلی حرف درستی من زده. حقیقتا قبولش دارم. مثلا چرا نباید پیام بدیم؟ خب پیام بده دیگه. مشکل داری؟ چه اتفاقی پیام بده؟ ما داریم زحمت میکشیم. بریم توییت بعدی. ما بین بچه‌هامون فرق نمیذاریم. آلبوم و عکس. بچه چطور میده خورده این اسمش یادم رفته. اسبابی واقعیه این؟ مثل اینکه آره. ایران آقا بچه‌ش میده به خورده فتوشاپ نیست. نه این عکس مال چندین سال قبل فتوشاپ چی برادر. اصلا کجا پیدا کردن اسب آبی؟ اگر 5000 تا لایک بخوره اسب آبی پیدا می‌کنیم کسرا رو میندازیم. بچه رفتم سوبری گفتم 2 نخ سیگار بده. گفت ببینم تو پسر فلانی نیستی. سیگارا رو تو دستم مچاله کردم انداختم تو ستاشو گفتم امروز 2 نخ سیگار کمتر کشیده میشه خدا شکر. آقای درستکاری بود آقای خلافکار دمت گرم ولی خیلی بده داخل شهر آشنا داشته باشی زیاد. چرا کوچیکم بدتر میشه. خب بریم توییت بعدی. بفرمایید. هانی هستم بفرمایید. اسم خانوم است. که خانوم نیست. خب خانوم نیست. خب توییتو بخون به نظر من. خالم فهمیده شوهرش بهش خیانت میکنه. حالا قرآن آورده داره شوهرشو قسم میده که دخترشون بچه خودش یا بچه اون خانوم است. خانومشون مشکلی عقلی چیزی داره. خب تست دی ان ای برام بدن. تست دی ان ای که ولی من نزایده. آره من نزایده خودش. قرآن چی میگه این وسط آقا؟ خب اگه این بچه خودش نباشه خودش به مشکل میخوره این وسط نه اون آقاه. عارف قزوینی. پسر واسه دختره نوشته یا به دستت میارم یا کل دنیا نابود میکنم. داداش الان زمستون سرده آوارمون نکن. تو بعد عید. عارف قزوینی. نفر بعدی هم میخونم. اسم خانومش رو سینه‌اش هک کرده. فرشته. پشمو مال کجا بدنشه؟ نمیدونم کجا سینه‌شه.
آها این گردن بندشه بنابراین بنده. نزدیک سینه نزدیک شاید گردن. کمربند باشه. شاید مثلا اینجاست قلب به نظر من. جای قلبی زده ها. آره زده رو قلبش. زیر پشما رو بگردی چه حتی اسم تمیز نوشته واقعا خیلی تمیز خوب میکنن نوشته. ملت. کی نوشته؟ این همون آقای خرکیه از اینو میگی؟ من میچیزه ببینیم توییت بعدی. توییت بعدی. ستاره نوشته که نظریه شخصی سر جلسه امتحان تقلب کردن خودش هوش و استعداد میخواد و هرگز این من تواناییشو خیلی نداره. قبول دارم اینو. آقا هم نوشته وقتی نخونی دنبال بهونه میگرده. آقا انداختش به من ولی قبول داشتم. آقای آقای خلافکار خلافکار. دمت کم آقای خلافکار. بی شرف مگه کارت پزشکی میخواد چای درست کنی این چی آخه؟ طرف دعوه آورده شاشیده داخل دعوه. قرار دادن نمیدونه اسم دبه خور کرده یه شیلنگی انداخته اون داخل. کارش خوب بوده. طرف زورو نوشته از آدمایی که یهو غیب میشن خوشم نمیاد. اینا میشه اکس امام زمان. خیلی خوب گفتی. توییتا تموم شد. توییتا تموم شد. مرسی از اینکه ویدیو رو دیدین دوستان عزیز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. توییتر فارسی من نه شما داری؟ من ندارم. شما نداری؟ ما هم نداریم. کلا هیچ کدوم توییتر فارسی نداری. کجا اومده؟ ولی یه جوری از این تلگرام و این ور اون ور پیداشون کردیم اینا رو. بیشترشون هم آقا کسرا زحمتشون رو کشیده. و اسم نفر آخرم دامبلدوره. دامبلدور. خوبه. و ویدیوی بعدی رو از دست ندین. فعلا. آقا کسا گفتی آهنگ امید. خب برات ببین چی پیدا کردم. دیگه اصلا رو گوش میدیم جمع کنیم بریم. برو بریم آقا.